این جانب شاهین معظم، صادر از جزیره عشق به شماره شناسنامه قلب 0222 در ازای عشق ابدی سند این قلب را به نام خانم طناز کمالی واگذار می‌کنم. بند 1 در صورت خیانت در امانت و شکستن قلب این جانب این قرارداد فاقد اعتبار است. بند 2 این سند به مدت 2 سال اعتبار دارد و در صورت رضایت طرفین تمدید می شود. بند 3 در صورت شکستن قلب این جانب طی مدت این 2 سال امانت در خیانت خانم طناز کمالی موظف به مراجعه به دندان پزشکی است. دندان پزشکی بود. افتخارشون حرکت های نمادینه دیگه. اون تیشرت میده چاپ میکنن اینجا اونجا، نمیدونم چی بود، انتخاب خواسته یا ناخواسته نمیدونم. برگشتونم بذار من نشون دوربین بدم. عکس چیه؟ عکس شاهینه. عکس خودشه دیگه. بیشتر شبیه سند خودشو زده بنا. چیزه. ثمن معامله کجا بود؟ معامله کردن؟ ببخشید من این سوال دارم، سند قلب من کجاست؟ سند قلب تو دست امیر حسین احتمال. کجا گذاشتید؟ تاقچه. خب اوکی. سندو بده دست طناز جان. و اینجا هم از خانم پرستو جان خواهش میکنم به عنوان شاهد یه امضا بزنن. الان من خودکار و خودکاره. برو یه دو خودکار. شلک دیگه امضای پرستو خانمو گرفت یه جورایی ها. نه امانتون رو بالا بکشید. نه حالا ببین، یعنی اگه رعایت نکنید 100% به مدیون امضای من شاهد چه چیزایی من باید بشم، به خدا قسم.